نبي بشرا بأحمد وأنذرا أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه. كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرمایند دوستم رسول خدا صلی الله علیه و سلم سه توصیه به من فرمودند که تا لحظه مرگ آنها را رها نخواهم کرد. 3 روز روزه گرفتن در هر ماه، خواندن نماز چاشت و خواندن نماز ویتر قبل از خوابیدن. حدیث متفق علیه. این خطاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تنها برای یک فرد از اصحابش نبود، بلکه برای تعلیم تمام امتش بود. اولین وصیتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند 3 روز روزه گرفتن در هر ماه است. البته روزه گرفتن فایده های زیاد و اجر و پاداش خیلی بزرگ دارد که در احادیث بیشمار بیان شده است. از جمله حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکنند از عبدالله ابن عامر رضی الله عنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند این بحسبک ان تصوم كل شهر 3 ایام فإن لك بكل حسنة 10 امثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. متفق علیه. یعنی کافی است که در هر ماه 3 روز روزه بگیری، زیرا در برابر هر نیکی 10 برابر اجر و ثواب برایت داده می شود. این روزه گرفتن مثل روزه تمام ماه است. حدیث متفق علیه. اما در تعیین این 3 روز اختلاف است. بعضی علما آن را ایام بیض گفته اند، یعنی روزهای 13، 14 و 15 هر ماه، مثل امام بخاری رحمت الله علیه. و بعضی ها آن را 3 روز اول هر ماه بیان کرده اند و بعضی ها آن را روزهای دوشنبه و پنجشنبه بیان کرده اند. پس هر انسان بدون سخت گرفتن بر خود چگونه ای که میتواند روزه بگیرد، خواه از اول هر ماه یا از آخرش یا پی هم یا جدا جدا فرقی ندارد، چون که اینها روزه های نفلی هستند و به ترک آن انسان گناهکار نمی شود. نماز چاشت یا نماز ضحی نماز نافله است. وقتی ادای آن از بلند شدن آفتاب تا وقتی زوال است و از 2 تا 8 رکعت گزاریده می شود. و از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ثابت است که در روز فتح مکه و در خانه مردی از انصار نماز چاشت یعنی نماز ضحی گزاریده اند، چطوره که از حدیث ام هانی رضی الله عنها و حدیث انس رضی الله عنه معلوم می شود که آن را بخاری و مسلم روایت کرده اند. در بیان فضیلت های این نماز احادیث بیشمار روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ادای آن امتش را تشویق کرده اند. وصیت سوم خواندن نماز ویتر قبل از خوابیدن است. از دیگر احادیث از جمله حدیثی که امام مسلم از حضرت جابر رضی الله عنه روایت میکنند افضل بودن خواندن آن در آخر شب ثابت می شود. اما سبب در چی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره رضی الله عنه را به خواندن نماز ویتر قبل از خوابیدن وصیت کرد؟ در جواب این سوال شارحان حدیث و مثل ابن حجر عسقلانی رحمه الله و علامه طیبی رحمت الله علیه جوابهای مختلفی نوشته اند، اما خلاص قول آنها این است که خواندن نماز ویتر در آخر شب افضل و بهتر است، ولی کسی که به بیدار شدنش در آخر شب اعتماد ندارد، یعنی نمیتواند در آخر شب بیدار شود و خوف دارد که نماز ویتر از او فوت می شود، بهتر است که نماز ویتر را قبل از خوابیدن بگذارد.
بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور دارت نفوس بالصغار وأنت بالكبرى تدور فاهنأ بسجنك وامتشر سيف النكاية للكفور